سلام، به سووی خیلی خوش اومدید. من فاضلم و امروز میخوام در طبق قسمت 10 سریال زخم کاری با شما صحبت کنم. به همین واسطه هم اسپویل داریم. با یکی از استانداردترین قسمت های این سریال طرف هستیم، طوری که اون هیجانی که مخاطبا دلشون میخواد رو به ارمغان آورده. تیکه آخرین قسمت که دستگیری میثم توی فرودگاه بود و منتقل کردنش به زندان، علامت سوال بزرگی رو برای مخاطب به وجود آورده که پشت این توطئه چه کسی قرار گرفته. با توجه به اینکه میدونیم هدف از این توطئه خود مالک بوده نه پسرش، گزینه‌های زیادی به وجود میاد. میتونه کار ناصر یا خانواده‌اش باشه، یعنی خواهرش یا حتی داییش. میتونه کار حاج مظفر باشه، میتونه کار اون دوست صمیمیش باشه که همراهش بود، یا حتی میتونه کار همسرش سمیرا باشه. نظر شما در ارتباط این موضوع چیه؟ به نظر شما پشت این توطئه چه کسی قرار گرفت؟ حتما توی قسمت کامنت برای ما بنویسید. و دمتون گرم اگه چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگه این محتوا رو دوست داشتید لایک کنید. ارتباط بین کیمیا و سمیرا همسر مالک یک رابطه جذابی رو شکل داده که به معمایی و هیجانی تر شدن داستان کمک ویژه‌ای میکنه. اینکه کیمیا از یک شخصیت رقیب عاطفی سمیرا تبدیل بشه به یک شخصیت منفعت طلب زیر نظر خود سمیرا، یک اتفاق جالبی بود که توی این قسمت افتاد و باید دید توی ادامه چقدر این رابطه پیشرفت میکنه. یه انتقادی که همیشه داشتم سکانس‌های طولانی بین میثم و مائده بود و صحبت‌های تکراری که بینشون رد و بدل میشد که توی این قسمت این نقطه ضعف کاملا برطرف شده. یه سکانس ازشون دیدیم کوتاه، مختصر و مفید. توی این قسمت توهمات مالک خیلی بیشتر از قبل داره نشون داده میشه. سکانس بین دخترک پیشگو که وارد خونه مالک میشه و خود مالک بسیار خوب و دقیق کارگردانی شده. نیوشا علیپور بازیگر خردسال این فیلم توی نقش دخترک پیشگو هم خیلی خوب عمل کرده بود. دختری که تونست توی سن 7 سالگی برای فیلم قصر شیرین نامزد جایزه سیمرغ بلورین بشه توی جشنواره فیلم فجر که تمجید آقای فراستی رو هم به همراه داشت و ازش تعریف کرده بود. به نظرم اگه ادامه بده میتونه یکی از ستارگان آینده سینمای ما بشه. بازی میثم هم میشه گفت نسبت به قسمت‌های قبلی یک پیشرفت نسبتاً خوب و قابل قبولی رو داشت. این اپیزود به طور کلی یکی از استانداردترین اپیزودهای این سریال بود، اما اگه بخوام یه ایراد سلیقه‌ای بگیرم، به نظر شخصی خود من توهمات مالک ذره بیش از اندازه نشون داده شده بود. میشد حتی با همون سکانس ملاقات با دخترک پیشگو تموم بشه و چون حالا بعدش هم دیدیم که اون 3 نفری که به قتل رسونده هم توی اون توهم میبینه، به نظرم اون کافی بود و نیازی به سکانس توی آسانسور و داخل وان حموم نبود. با توجه به اتفاق آخر این قسمت به نظر من داستان یک شکل جدیدی پیدا کردش و در آینده جذاب و جذابتر میشه. نظر شما در ارتباط این قسمت چیه؟ حتما توی قسمت کامنت برای ما نظر خودتون رو بنویسید و اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید دمتون گرم اگه سابسکرایب کنید و اگه این محتوا هم دوست داشتید لایک کنید. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.